یک آرزو دارم، همین آرزوی خودم برات بگم. بفرمایید. اول خو یک محبت خوش آمدی برات میگم که بوی افغانستان آوردی. سلام دوستان، خوب هستین؟ صحت شما خوب بخیر؟ چی حال دارین؟ ان شاء الله خیریتی است. امروز یک کمی که هوا بارانی است، ما آمدیم یک جای کسی آدرس داد، رستوران افغانی، میگه بسیار غذای افغانی اینجا پیدا میشه. انشالله الرحمن خدای پاک، خدای مهربان یک روزی را برای ما بیاره که اینمی تو مثل اینمی جوانی که در کنارتان استاد است، عاشق وطنم هستم. اینمی جوانی که از راه دور آمده، به خدا بوی وطن آورده، بوی کردم فکر کردم من در افغانستان هستم. دلم برای وطنم تنگ شده، اما خواهش و آرزوی من اینمی است که یک روز آرامی و امنیت در وطنم برقرار شود، که هیچ افغانی بیک خود در پشت خود نکنه، در سفر نبره. اینجا کابلی درست میکنیم، چینکی درست میکنیم، پایچه درست میکنیم، کباب، کرایی. گفتن شما از ایران هستین؟ بله از ایران هستم. چی حال دارین؟ من الان 5 سال سابقه کار دارم، اینجا دارم کار میکنم. چقدر وقت میشه ترکیه آمدین؟ ترکیه آمدم 6 سال، 41 سال ایران بودیم. خب همش مسافرت. اسمتان؟ چاری نظری. چاری نظری. خب چاری نظری حتما از ازبک هستی دیگه؟ ترکمن هستیم. ترکمن. چطور میرین من؟ با اتوبوس میریم میاییم. نه اون فهمیدم اتوبوس. زبان ترکمنی صحبت میکنن. پاسپورت دارم. خب پاسپورت ایران؟ آره پاسپورت ایران. دوستان استری مستی څنګه استی صحت مو خدا خدای دې کې جوړ روغ اوسئ. دوستان زنه راغلی ما بارانم ده یو چا ادرس راکوي دلته افغاني ډوډۍ پیدا کیږي. مو خو بس چیرته سلاړ څو خپل د وطن ډوډۍ نو ځان ته خوند لري، بل چیرې نه پیدا کیږي. نو زم ډېرې کوڅې مې ولټولې، ګورې دا کوڅې دي. بالاخره پیدا مې کړه دلته د افغانستان صداقت رستوران ده، او دلته به موږ وګورو، تاسو په تصویر ښکاره کړو وړاندې به ورسو د څه لري په رستوران کې. بیا هم انشاءالله نور خبرې جنان کې حتما تاسو سره شریکې کړو. موږ سره اوسئ او تنها موږ مه پرېږدئ. صداقت رستوران ده، ور بسو دننه. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. بوی وطن آورده. والله نمیشه همین نام دیدم افغانی دیگه. ما هم پشت نان افغانستان بسیار دیر شد که نخوردیم. باز یک کس دیگه هم تو آدرس دادن، گفتم اینجا یک رستوران افغانی است، غذایش بسیار خوب است. گفتیم بیا بریم چه قسم است. ان شاء الله بسیار زیاد خوش آمدین. بله، مامی جان صداقت برادر خانم هستند، تقریبا چندین سال میشه که اینجا میشناسمشون. حتی اولین رستورانتی که در زیتون برنو اگه بگم اول رستوران است که در زیتون برنو چندین سال است که اینا فعالیت دارن. ما هم از ایران یک دستگاه انتقال دادیم که اینجا دوستا زیاد خاص نان چیز داشتن، نان بربری یا نان همو بربری ایرانی یا نان پرکی که ما شما میگیم نان لواش دیگه. بس خواستیم امروزشان همکاری بکنیم، یک دستگاه را از ایران انتقال دادیم به اینجا و در پاله کار رستوران داری. بازم فرن هم ما آوردیم از جا که برای پخت و پز نانای بربری یا نانای پرکی، نان لواش. مهربانی کنین بریم که ما براتون فرن نشان بدم. واقعا خیلی کارش خالی است و وطندارای ما راضی هستن از نان خشک. دوستان ما در این رستوران آمدیم، صداقت رستوران. افغانای ماست ماشاءالله. چهره افغانا را که ما هر میبینیم دل ما دیگه یک دنیا باغ میشه. خب هر جای وطن دیگه واقعا هیچ جای وطن و هموطن پیدا نمیشه. او قدر عزتی را که ما پیش وطندار خود داریم پیش هیچ کس نداریم. هم وطندارای ما واقعا میهمان نواز. ما در مجردی که میجا آمدیم دیدیم نمو چهره شانه، میهمان نوازی شانه. خب این رستوران است، ان شاء الله ما دوستا را بهشان میگیریم. خب اینجا یک از دوستا هم اینجا شتگی هستن، ما امروزشان گپ میزنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. چطور است؟ خوب هستم. جان جور است؟ قربانت برم، مرسی، خیلی ممنونم. خودت از افغانستان هستی؟ بله من افغانستان هستم. از کجای افغانستان؟ افغانستان ولایت جوزجان. ولایت جوزجان. چقدر وقت میشه ترکیه آمدین؟ ترکیه آمدم 6 سال، 41 سال ایران بودیم. خب همش مسافرت. 6 سال میشه که در ترکیه آمده. و ایران چقدر وقت بودین؟
نزدیک 40 سال بودیم دیگه. خیلی کل عمر دیگه مسافری تیر کردی؟ همیش مسافری تیر شده. چه خواهد میشه افغانستان نرفتی؟ افغانستان نرفتیم. بیخی نرفتم 46 سال؟ نرفتیم. چرا نمیری؟ انشالله میرم. امید دارم الان اون سال میرم انشالله. خب افغانستان خب حتما وطن است. و هر شب یادم میاد. دیگه حتما یک بار برین خصوصا حال انشالله. خارامیس هر انشالله یک بار بگردین. آره انشالله حتما میرم. فکر کنم دمی 46 سالی که خودت گشتی جاها را زیاد دیده باشی اما وطن نخواد فراموش کرده باشی. نه و وطن فراموش هر شب یادم است. خب در این رستوران خود به غذا خوردن آمدی یا کدام مسئولیت داری؟ نه این مال داداش منه. خب داداش دیگه در ایرانی به نظرم برادرم میگه. برادرم. خب صحیح چون ما ایرانی و زبانا را کمکی خب برادرتان است. شما دیگه به حیث چی کار میکنید؟ چکر آمدین یا نه کام مسئولیت حتما دارین اینجا؟ نه انشالله این دفعه برم افغانستان. ایرانم بیدارم ترکیه هم. نه اینجا چی مسئولیت دارین؟ اینجا هیچ مسئولیت ندارم. فقط چکر میگی و خلم نان لالا را میخوری پس میریش تو. انشالله همونجوریه. خب این برادر ما بخلم یک کمک مشکل دوستایی است که فارسی به نظرم فارسی دارن کم بلدیت. خب ازبکی چطور؟ کم جاننگا جرمه؟ جور ترکمن. خب ما میبینیم دوستای دیگه هم شتگی است انشالله. خب این دوست ما افغان؟ بله چاریبای هستند. خیلی نامای افغانی ما خیر یک کوتاه بیادر خوب هستی انشالله؟ سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین؟ تشکر. اسمتان؟ چاری نظری. چاری نظری. خب چاری نظری حتما از ازبک هستی دیگه؟ ترکمن هستیم. ترکمن. چه وقت میشه اینجا آمدین؟ اینجا آمدن یک 8 سال میشه. 8 سال میشه که در خب چطور است ترکیه خوب جای است افغانستان؟ شکر پر لخته. خب افغانستان وطن است دیگه خوب است. خب افغانستان وطن است دیگه. اینجا چطور آمدین؟ اینجا نان خوردن آمدین یا؟ نان خوردن آمدیم هم قومای ما هستیم اینجا. هر روز یک پیر میایم پیشتم. نان از چطور است؟ مختال نخوردیم که خود بگو خود مشتری است دیگه. بله نانش بسیار عالی است. کمپاین خو نمیکنی؟ نه مارکتینگ. نه بله خب تشکر از خودت. بخیر باشید زنده باشید. خب دوستا ما با کسی که مدیریت اجاره داره یک بار با صحبت میکنیم که انشالله داخل چی دارن چی کدام غذا را اینجا پخته میکنه دیگه بارا به شما نشان بدیم. باز نانش هم میخوریم باز میبینیم که اگه خوبش بود باز شما را حتما اینجا دعوت میکنیم. خمیرش هم اینجا داخل دستگاه کاملا با دستگاه خمیر میکنیم. با همه کار ماشین میکنه. بعد از داخل از این ماشین میره اوار میشه باز روی تخت سنگ و از روی تخت سنگ انتقال میشه به اینجا. دو شکل نان پخته میشه که به شکل پنجه کش که نان که با پنجه درست میشه دیگه. اینی هم یک قسمش هم نان گرد است. اینو میبینین کالامیه پخته میشه. اینا دیگه دالت پخته است. قبل از شما ما مانده بودیم حالا آماده شده. ببینین دو شکل نان است. ببینین اینا ما در افغانستان خب با قسم نان ازبکی میگیم. بله نان ازبکی است. همه دستگاه را به نام دستگاه بربری پز میگن یا نان بربری ایرانی. به همین خاطر چون امیر مردم زیادتر میشناسن رایج است به اون خاطر اگه نان ازبکی است در اصل. یک چیز دیگه رو وای جان همین یک دوست ما بود باش که تصویر بیارین. خوب هستی بیادر؟ برادر خوب هستی؟ زنده باش. خودت ایرانی؟ ایرانی. از ایران هستی؟ آره. خب اسمتان؟ مهدی. مهدی جان. مهدی جان از کجا هستی خودت؟ ایران گنبد کابوس. گنبد کابوس. یک چیزی که من متوجه شدم همه ایرانی‌ها بسیار شیرین زبان هستن. درست داره. آدم‌ها بسیار همیشه که جای ببینن تا نه اما از شیرین از گپایش سیر نمیشه آدم. درست داره. خودت چه وقت میشه اینجا هستی ترکیه؟ نزدیک 5 سال میشه. اسناد بازداری یا نه؟ جان؟ اسناد مدرک میگن شما دیگه. خب مدرک دارین؟ آره. فامیل هم اینجا زندگی میکنن؟ نه دست اینجا نانوایی کار میکنیم. نه فامیل اعضای خانواده در کجاست؟ ایرانه. خودت خیلی مسافر هستی؟ آره. تنها مجد؟ دوما میرم. خب شما باز مشکل ندارین. ما افغانای ما مشکل ندارین دیگه. زود میتونین برید. نه مشکل نداریم. نه تمام یه بار داریم. شما دیگه اقامه دارین؟ جان؟ اقامه چی میگن ده؟ نه اقامت نداریم. نه نداریم. خب خیلی چطور قصوص رفته و آمده میتونین شما؟ جان؟ چطور میرین من؟
با اتوبوس میریم میاییم. نه اون فهمیدم اتوبوس. زبان ترکمنی صحبت میکنن. پاسپورت دارم. خب پاسپورت ایران. آره پاسپورت ایران. خب باز صحیح است. ما گفتیم اگه اقامه هم ندارین چطور میرین مین؟ خب تشکر از خودت. خب نان که آوردی به نام قتلقی، اصلا این نان چیز است؟ نان ترکمنی است به نام قتلقی که ما شما پراتا میگیم. نان ورقی روغنی، فطیر ورقی. فطیر ورقی اینا را قومای ترکمن به نام قتلقی درست میکنن. مثلا نان است داخلش خمیر روغن است، روغن مسکه، بازی ورق است، بسیار مزه دار است. حتی اگر معده کنین باز مغزش تو پاش میشه. به این شکل نه دمی فرن کلگی دمی فرن پخته میشه. همینجا ببینید که چه رقم. بله ورقی است، پنیر فطیر ورقی. یعنی میشه دمی فرن کلگش دمی فرن پخته میشه. صاحب طراحی از فرن ایرا انتقال از ایران دادم. ببینید که از ایران آورده شده و ایرا رسما خودم همین کار فعالیت همینجا شروع کردیم تا افغانای ما راحت باشن، از اون نانای بدون سبوس و از اون نانای چیز استفاده نکنن. این نان بسیار به صحت مفید است. ما کنجت هم کار میکنیم دروش، سیادانه و کنجت، و در ضمن سبوس هم استفاده میکنیم. سبوس در زیر خمیر سبوس مندازیم. نان سبوس دار است. برمیدم فعلا که همه راضی هستن از اینان و سیستمش هم کاملا میبینین که کل چیز دستگاه، حتی خمیرها داخل از هستن. ببینین خمیرها داخل از این کانتینا می باشن، سرپوش دارن، سرپوشش محکم است، کاملا صحی. هر وقتی که خواستیم یک دانه زیر پایین میکنیم، زباله رو از داخلش میگیریم، اینجا راست میشه، در داخل فرم میره که اصلا مشکلی خاصی نمی داشته باشه. ببینید اینا خالیش است که ما قبلا خالی شده. اینم تو زباله‌ها کاملا در داخل از این آرد پاشیده میشه، خمیرها داخل از این نگهداری میشه و اینا سرپوش دارن کاملا صحی، منظم. دستکش دستایشان میباشن، کلاه دستایشان میباشن و ایره به فضل احسان خدا کم وقت است، 1 ماه تانستیم که کار کور بکنیم و بسیار خریدارم داره اینان. خب تشکر. و اینجا خیال می‌کنم دیگه چه گزارش می‌کنید؟ ما شما را به صاحب اصلی از این رستوران که ممی آقای صداقت که محمد آقا است، اینا ممی برش میگن. ممی آقای صداقت واقعا که محمد آقا اصلا نامشان محمد آقا است، اینا را ممی میگن، ممی صداقت. بسیار واقعا که بسیار دلسوز، بسیار مهربان. حتی خوراکایی که در دیگه جای 150 روپیه 180 روپیه است، اینا تا به حالی 120 روپیه است. 120 روپیه 110 روپیه میفروشن. یعنی از نامشان پیداست که واقعا با صداقت هستن. دوستای عزیز، ما قسمی که ویز جان مدیر مسئول این رستوران با ما گفتند که صداقت صاحب اسم مکمل چون خیر خودشان میگه که یا مسئولیت دارن میشه و نظر به گفته‌های از او که اولین رستوران افغانا هم در ترکیه میگم یا فعال کردن. ببینیم که صحبت ها را از خود از یام میشنویم که چه وقت میشه فعالیت میکنن، کدام بخشا را دیجا دارن، کدام غذا را پخته میکنن. خب اول خودم معرفی میکنن. من محمد صداقت هستیم، از ترکیه هستیم. 25 سال ترکیه آمدیم. 12 سال این ترکیه این هتل دست ماست. استاد واحدم پیش ما کار میکرد. این آشپز ماست، همه کارا اینا انجام. خودت از ترکیه هستی یا از افغانستان؟ افغانستان هستیم. خب گفتی از ترکیه هستم. ترکیه هستیم 25 سال آمدیم. یعنی در ترکیه زندگی بله می‌کنی؟ بله زندگی. خب دوستا یک مشکلی است که چون دمیج زیادتر زندگی کردن در ترکیه، کمی فارسیشان یعنی زبان به زبان افغانی و قدر بلدیت نداره. بزرگ شما خودتان ماش از بعد صحبت‌ها از یا برداشت کنین که چی میگن، چون اما زیادتر در کشوری که زندگی کنین باز بیشتر به هم زبانه اموج شما سر میخورین. خب صداقت صاحب، شما گفتین با مدت 20 سال میشه که اینجا فعالیت دارین؟ نه اینجا 12 سال از فعالیت دارن. خب 25 سال خودم آمدم از ترکیه. خب قبل از رستوران چی وظیفه داشتین؟ اینا آتلیه میگن، ما تولیدی میگیم. کفشن دوزی است. خب اون داشتیم. کفش دوزی؟ نه مونت دوزی، کفشن دوزی، جلد جامپر دیگه. خب چطور حالی بخلم زبان افغانی از یاد رفته؟ یادم رفته. پشتو یاد داری؟ نداریم. څنګه اینجوره. کم ازبکی یاد داری؟ ازبکی کم یاد داریم. خب جاننگا جور جور شد. طبیعت یخشه؟ شکر. یعنی ما مقصد میفهمین یام خوب بدن. تقریبا پشتو و ازبکی موت یک رقم است. بله کم ما ازبکی یاد دارم، تو کم پشتو. ازبک ترکمنی یک کم چیز دارن، فرق دارن. خب در چند نفر کار میکنن؟ اینجا 4 نفر کار میکنن. از کجا هستن؟ کلشان افغان هستن یا نه؟ نه، 2 تاش ایرانی است، 2 تا افغانی است.
خب یعنی وحدت یکی ملی است یکی آسیایی را بیخی نگاه کردی. بله بله بله. چطور کارمندای افغانی بسیار کارگر است یا ایرانیا؟ ما دو تایش هم راضی هستیم شکر الحمدلله. کدام زیاد کار میکنه؟ والا استواید پیش ما خیلی وقت اینجا است. در هتل که باز کردیم استواید بودن. نه نه گفتم افغانی‌ها زیاد کار میکنه کارگر هستن یا ایرانی‌ها؟ کارش مختلفه، هر کس کار خودش. افغان‌ها کمی که بازیگوش هست مقصد. هست دیگه. وطن‌دار. خب در اینجا کدام غذا را شما پخته میکنین؟ اینجا کابلی درست میکنیم، چینکی درست میکنیم، پایچه درست میکنیم، کباب، کرایی. یک خوراک قابلی چند است؟ یک خوراک قابلی 150 لیره میدیم، از جای دیگه ارزان هم میدیم. خب باز قابلی است یا نه نامش قابلی؟ است قابلی است دیگه. خب آشپزتان باز کجا است؟ نه واحد است. خب آشپز قابلی تان هم است؟ بله بله. خب یعنی دیگه خیلی تکلاس حتما آشپزتان دیگه. خب بازی رفیقای ایرانی مویجه باز چی کار میکنن؟ اینم کارگری کار میکنه. خب نه کام غذا درست میکنه یا نه؟ ایران یکیش نانپزی کار میکنن، یکیش هم اینجا کارهای مختلف کار میکنیم. خب خب چطور سال وضعیت کارمال چون میگه وضعیت ترکیه کمی خراب شده، افغانی‌ها را زیادتر دستگیر میکنن، روان میکنن. حالا چطور چون این رستوران‌های افغانی دیگه بیشتر سر افغانی‌ها میچله دیگه، ترکا غذای خودش هر کس غذای سنتی خود دارن. اینجا حال چی رقم است؟ میان افغانا زیاد شده کم شده؟ خیلی کم شده. خیلی اول خیلی خوب بود کار، ما خیلی پیشرو بود، راضی بودیم. الان هم راضی هستیم شکر الحمدلله. خب سابقا مثلا هم یک روز که کار میکردین چقدر کار میکردین سابقا؟ سابقا نگو دیگه، سابقا یادگاری شد رفت دیگه. خوب پیسه بود؟ بله. حال دیگه نیست قدر مصرف هم میکشه یا نه؟ مصرف میکشیم شکر الحمدلله. خب اما همیشه مقصد مصرف خودت تو از کارگرا میبری. بله بله بله. این میام یک جای خوشی است که مثلا زمینه با یک 4 نفر جوان شما اینجا مسئله ساختین، چون از برکت 4 نفر دیگه هم به خداوند به انسان روزی میده. بله بله. یک 10 نفری که اینجا زندگی میکنن اینجا کار میکنن روزیش از طرف خداوند است، خب وسیله شما شده. بله شکر. این هم یک جای افتخار است. بله بله. خب ما همیشه افغانای خود که میبینیم جایی که کسب کار هستن فعالیت دارن. این قزان بیشتر نیست. اول 2014 2016 بود، اون موقع خیلی بیروار بود افغانیا، اینا همش زیاد بود. حتی الان 4 تا کارگر داریم، اون موقع 15 تا کارگر داشتیم ما. خب 15 تا کارگر داریم، 5 نفر نانوایی کار میکرد، 10 نفر اینجا وسط و الله آشپزخانه و سیده کار میکردن. پیدن 4 نفر هستیم. خب بله این رقم است. الان چیز آوردیم پرنه تندور ایرانی است، اونا را آوردیم به خاطر لحماجون و پیزا و مقصد ترکا را اینجا بکشیم به خاطر اون. خب اونجا چیزا هستن اونجا. خب این ترکا میاد اینجا غذای افغانی را میخورن؟ بله بله. چی را زیاد میخوره ترکا اینجا؟ ترکا بیشترش پایچه میخورن، پلاو میخورن بیشترش. خب پاچه و پلاو ایزر خوش دارن. خب بلدم نیست اونا. خب تشکر، زنده باشین. بخیر ترکا رو غذا درست میکنن، لحماجون و یه چیزایی هست اونجا. چه کاغذ داد ما انقدر اینا رو چاپ کردیم به خاطر ترکا میخواستن کارا یک خورده ضعیف بود، اینا رو میاریم. خب این دیگه به زبان ترکی زوسا بدیم، به زبان ترکی است و اینی هم به زبان افغانی ما شما. خب خوب است که دیگه اهل دیگه کشورها هم با غذاهای ما شما بلدیت پیدا کنن دیگه، باید بخورن. بله بله. بفهمن که افغان‌ها چه غذایی دارن. بله. خب غذای افغانی خیلی خوب است از دنیا. خدا آخر چی پیام داری به هموطنایت؟ هموطنان سلامتی ان شاء الله جور باشین هر جا. افغانستان خو میای؟ ان شاء الله چرا نریم. چی وقت میای بخیر؟ والا این تابستان یه فکری داریم ان شاء الله. بیاین بخیر بریم ببینیم اونجا خودتان است. ان شاء الله میشه بیاین خوش بیاین ان شاء الله. کار میشه اونجا یک کابل یک هتل درست کنیم بخیر ان شاء الله. ببینیم خدا بزرگ است. بخیر بیاین بخیر بیاین بیاین افغان یک سرمایه‌گذاری که در قسم یک سرمایه‌گذاری در وطن خودم بکنیم. چرا نکنیم؟ یک چهار جوانی که دوجا بیکار است مصروف شوند. بله بله حتما. ما از طریق همین تصویر از تمام دوستا از تمام کسب کارهایی که در دیگر دنیا فعالیت دارن ما خواهش داریم که بیان حداقل 20% کمی سرمایه خود خیر ما دفعتا از بسیار خواهش کلان نداریم بیان در افغانستان فعالیت کنن
یک شرکت یا یک رستوران تا چقدر توانی که دارن فعال کنن، انشالله 4 جوانی که در اوجا فعالیت میکنه هم ثواب میشه و هم خورما. خب تشکر از شما. زنده باشین. شما هم خوش باشین. خوش تشکر. آمدین. زنده باشین. خب تشکر میکنیم دوستا. ما هم انشالله مگه باز تصویرها داشتیم، انشالله بعضی گپ های دیگه مگه داشتیم از این دوستایی که در اینجا است. یک دانه یک از یک کاکا میشه است که ما از هم یک باید یک تصویر داشته باشیم. سلام علیکم. کاکا جور بخیر. خوب هستین؟ الحمدلله شکر. گفتن شما از ایران هستین؟ بله از ایران هستم. چی حال دارین؟ من الان 5 سال سابقه کار دارم اینجا، دارم کار میکنم. ها. آره. اکثر 2 ماه ایران میرم. من اکثرت کمی رفقای خود گپ میزنم باز که یک تک کلام ما میگم چطور است حاجی آقا؟ یا حاجی آقا شما زیادتر میگین نه؟ بله درست. خب از کجا ایران هستین؟ من از گنبد کابوس، از قسمت ترکمن شهر. خب نوار مرزی ترکمن. خانه ایران است؟ آره خانه. خب چطور است؟ از افغانا خوش هستین یا خفه؟ خوش هستیم، ما به خاطر همون از فرهنگشون خوش ما اومده که اینجا میاییم. اینجا داریم الان 5 سال دارم کار میکنم. حقیقتا ما از کوچکی با فرهنگ افغانستان فرهنگ ما عجین شده، حقیقتش به خاطر همون ما اذیت نبردیم. همیشه الان 5 سال من میام اینجا کار میکنم. از هر 2 ماه میرم 5 روز اونجا میمانم، باز میام اینجا کار میکنم. خب یعنی از برادرای افغانی خوش هستین؟ بله راضی هستیم از فرهنگشون. حتما افغان هم از شما خوش هستند که شما را میگه، یعنی کارگری افغان ها زیاد است. آره بله. خب همیشه انسانیت مهم است، اخلاق مهم است، صداقت. هیچ نه؟ بله. میگه از همزبانی همدلی بهتر است. بله. درسته؟ خب تشکر از شما. تشکر از شما حاجی آقا. منم همچنین خوشحال شدم. زنده باشید. ها دوستای ایرانی ما بودن که ما یک صحبت داشتیم امروزشون. یک تصویر شما ببینید دوستا، بسیار خوشایند است. تصویر میفهمید کجاست؟ بلخ باستان، زیارت علی کرم الله وجهه. بسیار مقبول است. تصویرهای بسیار زیبا را ما میبینیم که انشالله شما ببینین تصویرها را. البته کلش از جاهای دیدنی کشور ما شماست. خب یک تصویر باز انشالله از خود تصویرها خاص می داشته باشیم. وحید خان خودت خیلی میشه بیایی؟ خب وحید خان خودت دیگه به حیث مدیریت اجاره گفتین چی داره نه؟ بله صاحب، ما اینجا مسئولیت اینمیست که همه چیز منظم باشه، درست باشه، یک خدمت خوب برای مشتری، کسایی که اینجا میان حق به جانب هستن، حق با مشتری در هر حالت است، باید عزتشان شود، قدرشان شود، اما اصول افغانی به جای شود. تشکر. وحید خان خودت داخل چی گفتنی داری به افغانای خود، کسایی که در ترکیه زندگی میکنن، کسایی که در اوج هستن، از جوانایی که در اینجا هستن؟ فقط پیام ما برای جوانایی که در اینجا است، ما باید در هر سرزمینی که زندگی میکنیم، فرق نمیکنه اروپا یا آسیا، در سرزمینی که زندگی میکنیم لطفاً هویت و شرف و شخصیت افغانیت همیشه مد نظر بگیریم. رسوم و رسوم و عنعنات خود، کلتور خود، فرهنگ خود زیر پای باید نکنیم. همیشه با شخصیت، همونطور که بزرگای ما با غرور و با شخصیت زندگی کردن، سپری کردن که به دنیا یک خاطره هست چیز افغانا، اونمو تو باید یک افسانه‌ای، یک خاطره باید برای مردم دیگه باشه که بله ما در یک کشوری که وقتی که میریم نام ما مهمان گفته میشه. وقتی که مهمان در خانه میره، صاحب خانه رو باید اذیت نکنه، آزار نکنه، باید در قوانینش احترام بمانه دیگه. به مو قوانین و مقرراتی که اونا دارن، مثلا حداقل به مو چارچوکات اگه برابر نبود از او تخطی نکنن تا یک سرخمی یا خجالتگی برای مردم ما، رنگ زردی برای مردم افغانستان ما نباشه، چون افغانستان ما همیشه جاود و جاودان سربلند هست، باید بمانه. ما جوانا، ما مردم افغانستان باید همیشه در حفظ ازی باید بسیار کوشش بکنیم. خب تشکر وحید جان. وحید جان خودت دمی آخر می آدرس همی رستوران تم بگو کوتاه،
چون ما این نامای جرا خو نمیفهم خود باز میشه دوستایی که در تصویر میبینن کسایی که من این البته در زیتون برنو در بلوار است خب من نمیفهم کدام منطقیش است براتون میگه با دوستا شما میشه که بیاین در اینجا و از رستوران افغانی خود هم دیدن کنین و اگر شما یک غذایی را که اینجا میخورین یک افغان خود سپورت میکنین یعنی حمایت از افغان خود میکنین دیگه از اینکه ما غذای خارجی را بخوریم حتما خوش ما نمه بیاین غذای خود افغانی خود ما شما را میشه که اینجا استفاده کنین آدرس اینجا بگین آدرس از صداقت رستوران در زیتون برنو بلوار زیتون برنو هست. امی کوچه را اینا سوکاک میگن ایلی سوکاک یعنی کوچه 50 صداقت رستوران و نانبایی و امی رستوران مکس و در ضمن قصابی هم است یعنی 3 کار همزمان در یک دکانی را ما خود ما تو ارنج کردیم که یعنی گوشت تازه نان تازه و نان داغ کباب داغ نان داغ تمام غذاها باید همزمان باید باشه به خاطر از همین یک چیز تصمیم گرفتیم که همه چیز بازم روی از این کار میشه کار جریان داره من یک مسئولیت به عهده گرفتم من یک کار دیگه هم دارم غیر از این باز در پالیش این کارم پیش میبرم تا ایره بتونم به پای کامیابی و موفقیت انشالله برسانم. دوستا مرا میشناسن با چهره آشنا هستن انشالله توانایی و ظرفیت از ایره به کمک و دعای بزرگا انشالله توانایی کمک چیز زیرا داریم که انشالله ایره به پای اکمال برسانیم. تشکر دوستا و در ضمن از ممی جان صداقت محمد آقا دوست بزرگوارم برادر بزرگم جهان سپاس قدردانی میکنم همچون خضربایی دوستایی که از ایران تشریف آوردن در اینجا سالا با ما همکار هستن در ضمن چاری آقا چاریبایی که قیشان مصاحبه کردن از همگی دوستایی که نام گرفتم یا نگرفتم تشکر میکنم که واقعا بسیار خط ما همکار بودن. ما همیشه مستجم یک دست یک پارچه میخوایم یک وحدت خوب یک برادری اینمیجا را آباد کنیم تا افغانای ما که میان پریشان نشون نانای هر رقم در بیرون نخورن یک نان درست یک غذای صحی نوش جان کنن و خدمتگزار به وطن هم وطن خود هستیم. زنده باشین. تشکر وای جان. تشکر از اینکه با صحبت‌های شیرین تا ان شاءالله دوستایی که شما را می‌بینن و پیامی که شما دارین حتما ان شاءالله بعضی گپای شیرینی که شما به دوستا زدین و از این احساسی که شما به هموطنای خود دارین ما اینجا فعالیت میکنین ما افتخار میکنیم هر افغان خود که می‌بینیم و بیرق خود که می‌بینیم در یک کشور دیگه بسیار با بلندی با یک سربلندی و با خوشی در او جاویزان است ما بسیار به افتخار میکنیم. ما شما را که دیدیم بسیار خوش شدیم. یک آرزو دارم همین آرزوی خودم برات بگم. بفرمایید. اول یک محبت خوش آمدی برات میگم که بوی افغانستان آوردی. زنده باشین. دوم آرزوی من است دوستای نازنینم که صدای مرا در آسیا و اروپا میشناسن من وحید هستم تخلص آرمان میکنم من این آرزو را دارم که در آینده وطنم آرام شوه آباد شوه هیچ افغانی نباید بیکش در پشتش باشه درا و نیمرا و او دریا و کو و بیابان. آخرین پیام ما براتان است ساق و سلامت بلینله قومله وطن داشله من هم ازبک من هم ازاره من هم تاجک من هم پشتو زبان همه سه انشالله و رحمان خدای پاک خدای مهربان یک روزی را برای ما بیاره که اینمی تو مثل اینمی جوانی که در کنارتان استاد است عاشق وطنم هستم اینمی جوانی که از راه دور آمده به خدا بوی وطن آورده بوی کردم فکر کردم من در افغانستان هستم دلم برای وطنم تنگ شده اما خواهش آرزوی من اینمی است که یک روز آرامی و امنیت در وطنم برقرار شود که هیچ افغانی بیک خود در پشت خود نکنه در سفر نبرایه و الا که مجبور به خاطر یک قوم و خویش و دید و بازی ما گفته نمیتونم به خاطر کار و مزدوری دست به کسی دراز نکنه خود کفا باشه. من اولین کسی هستم که با کوچکترین سرمایه اگر شب از تخم مرغ شروع و مرغ و ماهی من کوشش میکنم که در وطنم رفته خدمت بکنم فعالیت بکنم. ببین خیلی سرمایه اندک و کوچک است فعالیت بکنم تا هیچ افغان مجبور نشه وطن خود ترک کنه بره به کشورهای دیگه. به خدا پاچا هم باشن پاچا نان خشک وطن بهتر از کباب و پلو کشور بیگانه. پاچا هم باشن خار هستن ذلیل هستن قربانت شوم وطنم دوستت دارم افغانستانم همیشه یش هستن افغانستان تل دیوی افغانستان زنده دیوی افغانستان. تشکر دوست عزیز.